سلام به شما دوستداران همیشگی مهسا ماورا. مهسا هستم، مدرس فال. امروز اومدم با یک چیدمان فال احساسی تاروت، تکنیت 7 کارتی. خب ما زمانی که میخوایم اول کارت ها رو بر بزنیم، میخوایم کارت بکشیم از فال تاروت، سوالی بپرسیم. اول اینکه حالا هر نیتی داریم، تکنیت میتونه شامل هر چیزی باشه، احساسی، کاری، مالی، بازگشت، فرق نمیکنه. من تکنیت 7 کارتی رو به شما توضیح میدم. اول کارت هامون رو خیلی خوب بر میزنیم، بعد از تاروت سوال میکنیم. مثلا اگه نیتمون احساسیه، محمد فرزند حوا به سلماز بازگشت داره انشالله با امید خدا. حالا که ما کارت هامون رو بر زدیم، کارت هامون رو میچینیم. 7 تا کارت میچینیم. بعد 4 تا بالا، 3 تا پایین. کارت هامون رو میچینیم، بعد شروع میکنیم به تفسیر کردن. حالا ما از کجا باید شروع کنیم به تفسیر کردن؟ از اینجا میشه جایگاه ذهن خانم که به آقا چه حسی داره و چه فکری به آقا میکنه. اینجا هم این 2 تا کارت میشه ذهن و احساس آقا. کارت اول و کارت 4 میشه ذهن و تفکر و احساس خانم و این 3 تا کارت آخر میشه جایگاه چالش و نتیجه که کارت 8 شمشیر داره از بنبست، ناراحتی، کارت طلسم و دعا هست. اگه دقت کرد